من به واسطه این کارهای آنلاینی که تا حالا داشتم با طرز فکر توده جامعه و آدما خیلی بی‌پرده تر در ارتباطم. چون شما وقتی یک کسب و کار آنلاین داری، چون که از طرف چش تو چش باهات صحبت نمیکنه، صداتو نمیشنوه، چت داره میکنه و اینا، خیلی بی‌ریاتر و بی‌پرده تر حرف میزنه. یعنی مثلا چه می‌دونم، شما تو کامنت هر بیزینسی داشته باشی، فالوورت یه خورده بالا باشه، میبینی این موضوع رو که میان فوش مینویسن، کامنت منفی میذارن، پشتیبانی بددهنی میکنن. مثلا چه میدونم، تو یه محصولی گرفتی، مثلا یه پیچ شل شده، خب بعضی اینجوریان که خیلی با فوش اینو میگن، ولی تو وقتی داره فیس تو فیس میبینی این خیلی لطیفتر و نرمتره دیگه. یعنی مثلا تو به مشتری خیلی ناراضیت هم که زنگ میزنی، نرمتر به جواب میده. درست عصبانیه ولی خودشو کنترل میکنه. بعد من با این موضوع آدما آشنا شدم، یعنی خیلی پیور دیدمشون. و یه چیز جالبی که در مورد اینا هست، مشترک آدمایی که خیلی زود عصبانی میشن از دست یه سری آدم دیگه، اینا چیز ندارن روی کارهایی که میکنن، تصمیمایی که میگیرن مسئولیت پذیری ندارن. میگه این منو بدبخت کرد، اون منو بیچاره کرد، این کلامو برداشت، اون نمیدونم تقصیر پدر مادرم بود، تقصیر دوستم بود، تقصیر شریکم بود. یعنی هی میندازن گردن یکی دیگه. و این اتفاقی که برای یه بچه میفته، یعنی بچه‌ها همه چیزو بیرونی میبینن دیگه. یکی براش یه بستنی میخره خوشحال میشه، یکی مثلا اذیتش میکنه، کارتونش رو قطع میکنه، ناراحت میشه. خب و بچه‌ها اینجوریان. آدم بزرگ احتیاجه که خودش مسئولیت کارشو بپذیره. و به نظرم خیلی خفنه که تو مسئولیت زندگی خودتو بپذیری، بگی که من میخوام چی بشم، تو ذهنت حداقل بسازی اونی که میخوای بشی. یعنی بگی من میخوام اون پسره باشم که خیلی خوش تیپه، خیلی پول داره، خیلی خفنه، خیلی آدم حسابیه، بعد بری سمت اون و ساختنش. چون همه میدونن مسیر چیه. یعنی امکان نداره تو از بی سوادترین آدمان بپرسی، میدونن مسیر چیه، فقط تنبلیشون میاد کلمه مؤدبانش که این کارو انجام بدن. وگرنه همه میدونن بری باشگاه هیکلت خوب میشه، همه میدونن نمیدونم اگر تو سوشال مدیا ادامه بدی کارتو اینفلوئنسر میشی، فالوور میگیری، همه میدونن اگر کار بکنی پولدار میشی. اینو همه میدونن. خب همه میدونن با کارمندی پولدار نمیشی، اصلا این بدیهیه. یعنی کافیه همون روز اولی که میری سر کار نگاه کنی به اطرافیانت، ببینی که مثلا عموت که کارمنده، اون دایت که کارمنده، اون خالت که کارمنده، تهش چی شده؟ تو بگی خب من 1.5 برابر 2 برابر این حقوق بگیرم. اصلا بگی بهترین کارمند تو دنیا داره، دنیا که نه، تو کشور خود چقدر داره حقوق میگیره؟ خب مثلا 12 ماهش میشه چقدر، 30 سالش میشه چقدر، جمع میکنی یه خونه نمیشه. خب اینا همه میدونن، ولی همه میرن با سراغ اون موضوع. و میدونن که مثلا اگه یه شانسی هم وجود داشته باشه تو پولدار شدن، تو کسب و کار آزاده واسه خودت کار کردنه، ولی چند درصد این کارو میکنن. یعنی به نظرم مسئولیت زندگی تو پذیرفتن خیلی مهمه. یعنی بگیم من همینم که هستم، اگه هیکلم خوب نیست تقصیر خودم، اگه هیکلم خوبه باز دم خودم گرم، اگه ماشینم بده تقصیر منه، اگه ماشینم خیلی خفنه دم خودم گرم. یعنی به نظرم جفتش دیگه. تو بازار مالی هم این موضوع هست. اگه سود کردم مال منه ولی ضررم کردم مال منه. نمیشه بگم ضرر کردم نهنگا حسابمو زدن، سود که کردم تحلیل های بی‌نظیر و هوش و درایت و ذکاوت خودم بود. که بشین بابا، هر جفتش خودتی. می‌دونی چی میگم؟ و اینو اگه بپذیری اصلا تمام کار. یه چیز دیگه هم هست که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یکی دیگه هم باید بخواد. خب یعنی رابطه طولی وجود داره، بالا سری باید بخواد، اما اگه اون بخواد خودت هم بخوای دیگه تمام کار.